همکاران عزیز، بیاییم بدون اغراض و منافع شخصی و حب و بغض‌های سیاسی و جناحی تنها به حقوق ملت بیاندیشیم و از منافع ملی که مهمترین وظیفه همه است دفاع کنیم و در تشخیص مصالح و منافع مردم دچار اشتباه نشویم. همکاران عزیز، امروز حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت تصمیم گیری های مجلس قرار گیرد و دولت نیز باید با توجه به وظیفه سنگینی که به عهده گرفته است نسبت به مشکلاتی که نفس مردم را گرفته چاره‌اندیشی کند. مشکل بیکاری و مشکل گرانی کمر مردم را شکسته است و صدای خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی شنیده می شود.